فکر میکنم رقیب جدی فقط امامعلی رحمان شده میتونه. به همه معلوم است یک چیز کشوده است برای عادی ترین آدم عقل بسیار در کار نیست، چون نفوذ امامعلی رحمان خیلی زیاد است و اون رقیب خوب حساب میکنیم. دیگر رو فکر میکنیم که از ما اگر زیاد کم نباشن زیاد هم نیستن از ما. تحلیلگران هم فکری پوره ندارد. تحلیلگر و نمیداند که بخاری کیست. بسیار تحلیلگر نمیشناسد ما و تماما از جامعه هم یک چیز گرفته است، در اساس همون تحلیل میکنه. در و واقع ضروریت نیست که من حتما با یگان حزب با یگان چیز مخالفت کنم یا اینکه یک وای کنم که در اون صورت مرا شناسد یگان سیاستمدار. نه، ما باید که عقلانه از روی همه آداب و اخلاق انسانی کار کنیم و نامزد هم برای همین است که ما باید یک دانش بلند قطعی باید رای کنیم، نه اینکه به دیگر ما دخالت کنیم و یک دیگر سنگ پرتایی کنیم. نه، ما باید یک جا باشیم، در پهلوی یکدیگر یک جا یک دولت آباد کنیم. امامعلی رحمان برای نامزد شدنش این به صلاحیت همان حزب می‌دارد، نه به صلاحیت من، نه به صلاحیت رحمت الله ظاهری. این به صلاحیت همان حزب است. امامعلی رحمان را پیشنهاد میکنن، یگان نفر دیگر را پیشنهاد میکنن. این صلاحیت حق حلال همون حزب است. من رقیب اصلی من امامعلی رحمان رو میبینم. برای اون که در مقایسه اونهایی که امروز نامزدیش پیشنهاد کردن او تجربه کافی دارد. در تمامی عرصه بین المللی یک شخصیت شناخته است، لیکن و در هدف‌های حزبی که او را پیشنهاد میکنند از هدف‌های حزب ما فرق دارد. برتری خود رو از امامعلی رحمان در چی می‌بینید؟ گوش کنید که بزرگی اگر من با چنین مردای بزرگ که رقیب شدم، منم بزرگ هستم. بزرگی من در همین میدانم. هم این رقیبانی که بغیر من این آنها ما حال نو دیدم، رقیب نو ما بغیر اون رقیبانی که پیشتر من دیدم، همین آنها فرزندان ارزنده هستند، همین آنها قابلیت دارن که در انتخابات غالب برن.